تا حالا از خودت پرسیدی چرا تقریباً همه جا یک عدد خاص داره تکرار میشه؟ نه 3، نه 5، بلکه 7. عددی که یا مقدسه یا ترسناکه یا هر دو. و عجیبتر اینه که تقریباً هیچ تمدنی نتونسته ازش فرار کنه. عجیبه نه؟ انگار بشر از هر طرف که به هستی نگاه کرده باز به عدد 7 رسیده. چی باعث شده این عدد همزمان مقدس و ترسناک باشه؟ عدد 7 یک عدد نیست. انگار خودش ما را انتخاب کرده. از آسمون تا زمین، از دین تا جنگ، از تولد تا مرگ، هر جا نگاه میکنی ردی از 7 هست. سوال اینجاست: تصادفه یا ما فقط اجازه نداریم بدونیم چرا؟ بیاین از جایی شروع کنیم که هیچ دینی توش دخالت نداره. طبیعت. رنگین کمان چند رنگ داره؟ 7. میگن دلیلش فیزیک نوره. طول موجها، شکست نور، تحلیل علمی. منطقی به نظر میاد نه؟ ولی سوال اینه: چرا دقیقاً 7 طول موج اصلی درک میشن؟ چرا نه 6 یا 8؟ نوت‌های موسیقی 7. میگن محدوده شنوایی انسان اینجوری تنظیم شده. میگن بیشتر از این گوش تمایز دقیق رو از دست میده. اما چه کسی این محدوده رو تنظیم کرده؟ حافظه کوتاه مدت انسان. به طور میانگین 7 آیتم. روانشناسان میگن بیشتر از این مغز خسته میشه، دچار آشفتگی میشه. شاید عدد 7 حد تعادل ذهن انسانه، یا شاید ذهن ما بر اساس 7 طراحی شده. حتی قدیمی ترین ستاره شناسان فقط 7 جرم آسمانی متحرک رو می شناختن: خورشید، ماه و 5 سیاره. و همونها شدن پایه روزها، هفته‌ها، زمان و حتی سرنوشت. عجیب ترین بخش اینه: ذهن انسان با 7 راحت تره، نه کمتر نه بیشتر. شاید دلیل منطقی اینه که مغز ما محدودیت پردازش داره. اما سوال خطرناک اینه: اگه ذهن ما طراحی شده، طراحش کی بوده؟ در اسلام عدد 7 تقریباً همه جا هست. 7 بار طواف، 7 آسمان، 7 زمین، 7 آیه سوره حمد. میگن اینها نماد کماله، نماد نظم. اما نکته‌ای که کمتر گفته میشه اینه: در قرآن عدد 7 بیشتر از هر عدد دیگه‌ای به ساختار جهان ربط داره. نه فقط عبادت، بلکه معماری هستی. در یهودیت خدا جهان رو در 6 روز آفرید و روز 7م دست نگه داشت. نه برای خستگی، بلکه برای تثبیت نظم. در مسیحیت 7 گناه کبیره، 7 فضیلت مقدس، 7 مهر آخرالزمان. عدد 7 اینجا مرز بین انسان و داوری نهاییه. در هندویسم و بودیسم بدن انسان دارای 7 چاکراست. هر کدوم یک سطح از آگاهی، از بقا تا بیداری کامل. میگن دلیلش ساختار انرژی بدنه. اما یک هشدار هم هست: اگه چاکرای 7 فعال بشه، فرد دیگه همون آدم قبلی نیست.
7 عجایب جهان باستان، 7 تپه روم، جنگ‌هایی با دوره‌های 7 ساله. بعضی تمدن‌ها باور داشتند هر 7 سال جهان وارد یک چرخه جدید میشه. شاید دلیل منطقی اینه که جامعه‌ها ریتم دارن، اما شاید هم تاریخ نفس میکشه، هر 7 سال یک بار. در بعضی مکاتب قدیمی آموزش درباره عدد 7 فقط برای افراد خاص مجاز بوده. میگفتند اگه آماده نباشی درک این عدد باعث فروپاشی ذهن میشه. عدد 7 رو عدد دروازه میدونستند، نه خوشیمن نه شوم، بلکه مرز عبور. یک لحظه به زندگیت نگاه کن. چند تصمیم مهم در بازه‌های 7 ساله گرفتی؟ چند تغییر اساسی؟ چند سقوط؟ چند تولد دوباره؟ شاید عدد 7 فقط بیرون از ما نیست، شاید داخل ماست. و شاید به همین دلیله که هنوز هم وقتی عدد 7 رو میبینیم ناخودآگاه مکث میکنیم. و سؤال آخر، اگه عدد 7 کلید درکه، پس چرا همه جا هست اما هیچ کس دربارش کامل حرف نمیزنه؟ شاید چون بعضی درها نباید باز بشن. و اگه دوست داری وارد این درها بشی و رازهایی رو ببینی که معمولاً گفته نمیشن، کانال رو سابسکرایب کن، چون این فقط اول راهه.